بیشتر جوانان ما وقتی صحبت میکنیم چرا ازدواج نمیکنین، میگویند ما چیزی نداریم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند من ترک النکاح مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله تعالی. کسی که از ترس فقر، از ترس ناداری این امر مهم رو، این سنت رو ترک میکند، بدگمان به ذات الله است. چرا؟ چون خدای متعال وعده داده یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر فقیر باشن خدای متعال اونها رو از فضل و کرمش غنی میگرداند. چنانچه امروز در جامعه ما مطرحه، بیشتر جوانان ما وقتی صحبت میکنیم چرا ازدواج نمیکنین، میگویند ما چیزی نداریم، در حالی که الله متعال تضمین کرده یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله.